میانگین در روز چند کیلو قهوه می‌فروشی؟ ما از ساعت 2 اینجا قرار داریم. ساعت الان 3 هنوزم شروع نکردیم. یعنی نورا خاموش. میلاد جان به خدا دیگه چیکار کنم؟ ببین خودت داری می‌بینی. هم میرم روست میکنم، هم میام میکس میکنم، هم میام بسته‌بندی میکنم، هم میام میذارم برای مشتری اسنپ میگیرم، میفرستم در خونه‌شون، میخوام برم براش قهوه‌ام بزنم. دیگه چیکار کنم؟ نمیرسم. حجم سفارش‌ها بالا میره همینجوریه دیگه. نیرو نمی‌خوای اینجا اعلام کنیم؟ نیرو فعلا حالا از این لحاظ خودمون اضافیم ولی کارامون زیاده. اگه اوکی شروع کنیم فیلم برداری. ساعت 3 شد. چشم اونم از جان. ولی تو نمی‌دونی جای من نیستی. ببین الان مثلا این تموم بشه خب کلا ازش فکر کنم 2 تا مونده. بعد بیام برم بازار دوباره. شده باشه برای یه دونه بعد بیام از اینجا بکنم برم تهران بازار برات شارژش کنم. هر چیزی که اینجا می‌بینی و نمی‌ذاریم خالی بشه که سریع برات شارژش کنم. به خاطر این سلام شلو. اینا صادقانه جواب بده. میانگین در روز چند کیلو قهوه می‌فروشی؟ اونو خودم هم نمیدونم. حسابدارمون میدونه. بخواد بگم بازاری که میگه اگه دخل تو بگی اون بازاری نیست. اونو برو از حسابدارم بپرس. چشم. به نظر شما آقایم در روز چند کیلو قهوه می‌فروشه؟ هر کی درست بگه چرا خاموش براش هدیه‌ای چیزی می‌فرست. قبول آقا؟ آره میفرستم.